سلام به شما بینندگان عزیز، با خبرهای درشت و ریز در خدمت شماییم در خبر اپ. چپ کرده چند روز پیش قاسم سلیمانی، اون کفتار زشت جانی. آه سوریه گرفتتش، تو حلب دراز کردنش، دمرو بردنش، خورده توی گردنش. میگفتن افتاده تو کمین، کاش بشکنه گردن تموم آدم کشای زمین. بگو الهی آمین آمین. دیروز همچنین به گزارش خبرگزاری سکنجبین در میان تکتیر حاضرین از بیت پوتین خواستند پیکر مدافع حرم خلبان سخو سردار سرگئی رومیانتسوف به مسکو منتقل شود. و اما سومین خبر خنده‌دار و مضحکه، کرده عظما سکسکه، نامه‌ای نوشته که رو به جوانان اروپایی، گفته اونجا جاییه که بساط فریب شما رو چیدن، بیاید ایران برای دیدن، ساندیس هم بهتون میدن و چرت و پرت میگه این عظما، بی خیال گور باباش. کو خبر بعدی؟ آها اینهاش. بله، به گزارش آخوند پرس رئیس آژانس جناب آمانو به اون عراق چی گفته ثوابه، به حرف بزن برخی سوالات بی جوابه. تو که گفتی سانتریفیوژات برابه، تو که گفتی بمب اتم فقط یه خوابه، برجام و بپا اوضاع خرابه. با عرض پوزش و حالا میرسیم به پایان این بخش از اخبار. تا یه خبر دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدار.